با آغاز سال نو بیشتر سفرها از استان تهران به سمت مناطق زیارتی و شمال کشور است، در حالی که آمار گردشگران در استان تهران عدد قابل توجهی است. 300 مجموعه مراکز هتل‌ها و مراکز اقامتی در مجموع استان تهران داریم که تا به امروز چیزی نزدیک به 72% سطح اشغال این مراکز اقامتی ما در واقع حضور مسافرین رو داشتیم. در خصوص بحث بازدید از اماکن و مراکز تاریخی ما و موزه های ما، تا امروز گزارشی که اعلام شد استان تهران جزو 3 استان برتری بوده که پربازدیدترین رو در این خصوص داشتیم. استقبال مسافران نوروزی از سراسر کشور به استان تهران بیانگر جاذبه‌های گردشگری است. شروع طرح نوروزی 1403 از تاریخ 24 اسفند 1402 لغایت 5 فروردین ماه 1403 تعداد 32,070,886 تردد در محورهای مواصلاتی استان تهران توسط دستگاه تردد شمار به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ما رشد 20% رو داشتیم. تعداد وسایل نقلیه ورودی به استان تهران 3,100,000 خودرو و تعداد وسایل خروجی از استان تهران 3,900,000 خودرو به ثبت رسیده. بازرسی و نظارت‌ها هم در حوزه‌های تنظیم بازار و هتل‌ها برای مسافران ادامه دارد. در بحث تنظیم بازار 1300 مورد بازرسی در این ایام از مراکز مختلف توسط این کمیته انجام شده. همچنین در بحث مراکز اقامتی گزارشاتی که واصل شده روزانه حدود 13,000 الی 14,000 نفر در هتل‌ها و مراکز اقامتی و مهمانپذیرها در تهران پذیرش میشن. همچنین میزان آمادگی و نحوه خدمت رسانی به مسافران نوروزی در مبادی ورودی و خروجی استان تهران در دور دوم سفرهای نوروزی رصد می شود. در هر جایی از استان که مسافرین محترم مستقر می شدند، خصوصا مبادی ورودی و خروجی شهر تهران و استان تهران، بازرسان حوزه مدیریت بحران نسبت به عملکرد دستگاه خدمت رسان اقدام کردند و فرم‌های لازم رو تکمیل کردند که کمک بکنه انشاءالله به احصاء نقاط ضعف دستگاه‌ها و خدمات مناسب‌تر به عزیزانی که به استان تهران سفر می‌کنند. علیرضا کرمی، خبرگزاری صدا و سیما.